And now, the national anthem of Islamic Republic of Iran. Yeah.
ماشاءالله یارشو خالی نذاره ببین
حریف گیری ببین النا تو پرو گرفتی ضد حمله مال خودته تیر یکه تو پاش نمیرسه
بازیتون شکل بگیره. آقا چرا همه خطا میگیره؟ بچه از جلو غزل ببین توپش نمیرسه تانیا توپ مال توه الینا تانیا جای تو وسطه. تو اینجا چی کار میکنی؟ عالیه بازی. یسنا یه تعویض منطقه این بر تمومه.
ببین این خالیه این خالیه پشت سره شایی بابا من بچه کورنر نزنید بدون خوبه ببین 11 خالیه بیان ببین این بر بده رجه دستو مرسا کار اضافی چرا میکنی؟ بردیشو مرسا بچین الینا بچین غزل کارت الکی رو ببین گرفتی غزل دیوار بال تو الینا گوش بده چند تا دیوار میخوای؟ دو تا دیوار برو دیوار غزل بارو دیوار نه سب کن الان این برمیگرده عقب دیوار غزل بارو دیوار بچه ها الان ستیا غزل دیوار الیا قال توی ها بیا رد نشه بیا غزل رد نشه بیا غزل بیا این بر بچن ستیا ببین تو پشت تو چارچوبا بالا رو داشته باش بال تو الینا بال تو مرسی دست ماشاءالله برو فاطمه درگیر شو
الینا خیلی شیک داری کار بدون خطا بدون خطا بیرون ماشا قزل جان یه کار داری گرفتی شو دینا همونجا بالا همون بالا مریم خلیلی برو بالا در رو داره سانیا در رو بگیر سانیا در رو بگیر خلیلی رو ببین ببین تو بده تو زیرتون نزن بذار خودش تمرکز کنه اصل بیا کجایی تو فاطمه یا
اینو اشتباه کردی باید میگفتی بزنه بیرون با خطرناک بود بچین دیوار بچین دیوار بچین دیوار بچین الینا فاطمه دیوار غزل نو در نره منو نگاه انداخت رفت باهاش برو منجمنش کن اگه رفت در نره نو ببین جلوش آها ببین جلوش برو جلوش غزل جلوش مال توی الینا مال توی غزل با دست نه بدون دست ماشاءالله معلم خلیلی برو ببینم سری برو بالا Additional time 2 minutes. The halftime please, Uzbekistan 0, Iran 0.
C'è parlando te già?
Substitution for Uzbekistan, player number 17, Mohina Akbarova, replaced by player number 19, Sofia Kolosovskaya.
تو نمیخواد پاس بدی چرا به من میگی خب بیا؟ یعنی فاطمه بمیری تانیا همینو پاس ساده عزیزم پاس ساده پاس ساده خوبه مریم Substitution for Iran, player number 9, Mehsa Barani Shamsabad. Replaced by player number 15, Nigar Fariduni Gel Safidi. مریم
پاشو اون از سرعت ببین سرعت تو بر بالا نگاه نکن میگم گوشت رو من باشه شک بگی برو نگار برو ماشاءالله عالی بچه تانیا ده زن اول Well, for Iran, by player number 11, Zina Gorbani. هیجانی نمیشی منطقی بچه اونا فشار میارن اونا فشار میارن محکم
چرا کارت میگیری لعنتی؟ چیکار بچه‌ها شما از این بالا باید دفاع کنین که توپ اینقدر نره رو دروازه. مریم نباید گل بخوریم ها بچه‌ها. خانم
بچه‌ها دو تا دنبال یکی جلوتر یکم تو قصدش بذار نفس بگیره الناز تو گیرش اومد بزن فقط شد نشانت خراب میکنه دینا درگیر شو Substitution for Iran, player number 15, Nigar Fariduni Gelsefedi, replaced by player number 13, Sara Rahnama Halawarjani.
Final point, Uzbekistan 0, Iran 1. هیجانی نمیشی منطقی بچه اونا فشار میارن یک دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه. غلبه مبارک باشد. شما چون بهترین بازیگر انتخاب شدید. بعد گل زدن شما بسیار احساساتی بودید. برای چی؟ ما خیلی تلاش کردیم که به گل برسیم. خیلی تمرینای فشرده‌ای داشتیم و واقعا حق ما بود که ببریم و واقعا با تلاش بچه‌ها با بردمون تونستیم بیایم بالا و میتونم قول بدم به کشورم ایران که فردا هم بهترین بازی رو انجام میدیم و تیممون رو قهرمان به ایران برمیگردیم. تشکر زیاد. موفقیت. سرمربی ازبکستان. سلام ترین ازبکستان. سلطان. Sultan. Gel gel. Hazır yaptı.
Тяжелая игра для Узбекистана. Имели шансы, чтобы забить гол. Как вы оцениваете игру ваших подопечных? Тяжелая игра не только для нас, но я думаю, и для Ирана была тяжелая игра. Девочкам хочу сказать спасибо. Они борцы, они молодцы по игре. Я считаю, что мы переиграли их. Просто не воспользовались, не реализовали момент. У нас было намного больше моментов, но, к сожалению, мы не реализовали их. Они воспользовались своим одним моментом, и счет оказался таким. Обидно, конечно, но это футбол. Как вы сможете после таких игр снова как подобрать, как сказать, психологически поднять девушек? Я думаю, девочки мои психологически не упали. Мы работали над этим, даже если мы всякие варианты предугадывали. Поэтому, я думаю, девочки не упадут. Если даже кто-то упадет, мы сможем поднять. Спасибо, удачи. Удачи. Иран. Sarmurabi İran. بچه‌ها من